سوره شعرا در مکه نازل شده است و از 227 آیت عبارت است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. طاسیم میم. تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین. این آیات کتاب روشن است. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنین. شاید از این که آنها ایمان نمی آورند خود را هلاک سازی، یعنی نباید خود را هلاک سازی، زیرا هدایت آنها از طرف الله است و وظیفه تو تنها رسانیدن پیام پروردگارت است. تفسیری سعدی. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر بخواهیم از آسمان برایشان آیت یعنی معجزه نازل میکنیم که گردنهایشان در برابر آن تسلیم گردد، لیکن این را نمیخواهیم، زیرا ایمانی سودمند اختیاراً به غیب باور کردن است. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. برایشان هیچ سخن تازه از الله مهربان نازل نمی شود مگر آن که از آن با دل و جسمشان روی می گردانند و آن را قبول نمی کنند. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. پس همان قرآن را دروغ برآوردند، بزودی خبری آن چیزهایی که مسخره اش می کردند به آنها حتما برسد. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا به زمین ننگریستند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو و فایده آور در آن رویانیده ایم که هیچ کس برایانیدن آن توانایی ندارد بجز پروردگاری جهانیان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. در این نشانه ها عبرت است ولی اکثر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. براستی پروردگاری تو پیروزمند است که قدرت و توانایی بر همه دارد و مهربان است که رحمتش همه چیز را فرا گرفته است. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. و به یاد آر ای رسول برای قومت که پروردگارت موسی را ندا داد که ای موسی به سوی آن مردم ستمکار برو. قوم فرعون الا یتقون. قوم فرعون و برایشان بگو آیا نمیخواهند پرهیزگار شوند؟ یعنی از عذاب الله نمی ترسد و از کفر و گمراهیتان دست نمی کشد؟ قال رب اینی اخاف ان یکذبون. موسی گفت ای پروردگار من می ترسم که دروغگویم خوانند. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.
و دل من تنگ گردد و زبانم گشاده نشود. پس برادرم هارون را نیز پیغمبری ده تا مرا یاری کند. ولهم علی ذنب فأخاف أن یقتلون. و آنها بر گردن من گناه یعنی دعوا دارند، پس می ترسم که مرا بکشند. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله تعالی گفت هرگز تو را نتوانند کشت. پس آیات مرا که دلالت بر حقیقت پیامبری شما می کند هر دو نزد آنها بروید. ما نیز به علم و حفظ و نصرت خود با شما هستیم و می شنویم. فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین. پس نزد فرعون روید و بگویید ما رسولی یعنی فرستاده پروردگاری جهانیان هستیم. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. که بنی اسرائیل را با ما بفرستی تا پروردگارشان را پرستش نمایند. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون به موسی منت کرده گفت آیا به هنگام کودکی نزد خود پرورشت ندادیم و تو چند سال از عمرت را در میان ما نگذرانیدی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. و آن کاری کرده‌ات را کردی، پس تو از ناسپاسانی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی گفت آن وقت که چنان کردم از سرگشتگان بودم و آن کار از روی نادانی و اشتباه بود، نه قصداً. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. و چون از شما ترسیدم به طرف مدین گریختم، ولی پروردگار من به من پیغمبری داد و مرا در شمار پیامبران آورد. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. و منت این نعمت را بر من مینهی حال آن که بنی اسرائیل را غلام خود ساخته ای. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون گفت پروردگار جهانیان کیست که تو دعوای پیامبری میکنی؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی گفت اگر اهل یقین هستید پس ایمان آورید که او پروردگاری آسمان ها و زمین و هرچی میان آنهاست. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون به آنان که در اطرافش بودند گفت آیا نمیشنوید که این مرد چی میگوید؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی گفت پروردگاری که من شما را به سوی آن دعوت می نمایم، پروردگاری شما و پروردگاری نیاگان شماست. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون گفت به درستی که این پیامبری که بر شما فرستاده شده دیوانه است. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی گفت
اوست پروردگار مشرق و مغرب و هرچی میان آن دو است. اگر عاقلانه بیندیشید. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون به موسی تهدید کرده گفت اگر جز من کسی دیگری را به معبودی گیری به زندانت می افکنم. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسی گفت حتی اگر معجزه روشنی برای تو آورده باشم که دلالت کند بر صحتی آنچه آوردم، باز هم مرا زندانی میکنی؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون گفت پس اگر از راستگویانی آن را بیاور. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی عصای خود را بینداخت که ناگهان وی اژدهای آشکارا شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. و دستش را بیرون آورد که ناگهان در نظر بینندگان سفید و روشن می نمود. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون از ترسی که قومش ایمان نآورند به بزرگان قومش که در اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگری دانایی است. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. که می خواهد به جادوی خود شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس مرا چی می فرماید؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قومش به او گفتند او و برادرش را مهلت بده و جمع کنندگان را در شهرها بفرست. يأتوك بكل سحار عليم. تا هر جادوگر ماهر و دانایی را که هست نزد تو بیارند. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. پس جادوگران را در روز معین به وعدگاه آوردند، یعنی و آن روز روزی زینت و خوشی و شادی بود که همه به وقت چاشتگاه حاضر شدند. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع می شوید؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اگر جادوگران غالب شوند بود که پیروی آنها کنیم و در دینمان استوار استیم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. چون جادوگران آمدند به فرعون گفتند آیا اگر ما بر موسی پیروز شویم برای ما مزد هست؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون گفت آره به درستی که شما همه از نزدیکان من خواهید بود. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی برای باطل ساختن جادوی آنها به آنها گفت هرچی میخواهید از جادوی خود بیفکنید. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. آنان ریسمانها و عصاهای خود را بیفکندند و گفتند به عزت فرعون که ما البته غالبیم.
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پس موسی عصایش را افکند، ناگاه به صورت اژدهای گشت و همه آن دروغ‌های را که ساخته بودند فرا برد. فألقي السحرة ساجدين. جادوگران حق را دیده و دانستند که این از عملیات جادوگران نیست، پس سجده کنان به زمین افتادند. قالوا آمنا برب العالمین. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون گفت آیا پیش از آن که شما را رخصت دهم به موسی ایمان آوردید؟ البته این مرد یعنی موسی بزرگی شماست که شما را جادو آموخته است، حتما عذاب مرا خواهید دید. اکنون دستها و پایهایتان را از چپ و راست خواهم برید و البته همه‌تان را بردار خواهم کرد. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. جادوگران به فرعون گفتند از آنچه که ما را میترسانی باکی نیست، به درستی که ما نزد پروردگارمان باز میگردیم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ما امید داریم که پروردگارمان خطاهای ما را از کفر و جادوگری ببخشد که ما نخستین کسانی هستیم که ایمان آوردیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. و به موسی وحی کردیم که هنگام شب بندگان مرا از مصر بیرون ببر، به درستی که از پی شما بیایند. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. پس فرعون از بیرون رفتن آنها آگاه گردیده گرد آورندگانی سپاه را به شهرها فرستاد. إن هؤلاء لشرذمة قلیلون. و گفت هر که اینها بنی اسرائیل گروه اندک و ناچیز هستند. و انهم لنا لغائظون. و اینها ما را به تحقیق به خشم آوردند. و انا لجمیع حاذرون. هر همه ما باید از آنها برحذر باشیم، زیرا دشمن ما هستند. فأخرجناهم من جنات وعيون. پس آنها را یعنی فرعون و قومش را از باغ‌ها و چشمسارهای مصر بیرون کردیم. و کنوز و مقام کریم. و نیز از گنج‌ها و خانه‌های نیکو و قصرهای بزرگ بیرون راندیم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. آره این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم. فأتبعوهم مشرقین. فرعونیان به هنگام برآمدن آفتاب از پی آنها رفتند.
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند هر آینه ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی برایشان گفت هرگز چنین نیست. آنچه که شما میگویید پروردگار من هر آینه با من است و مرا راهنمایی خواهد کرد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به بحر بزن. بحر از هم بشکافت و به عدد قبیله های بنی اسرائیل 12 راه در آن باز شد و هر بخش مانندی کوه بزرگی بود. و ازلفنا ثم الآخرین. و آن گروه دیگر یعنی فرعون و قومش را نیز به بحر رسانیدیم. و انجینا موسی و من معه اجمعین. موسی و همه همراهانش را نجات دادیم. ثم اغرقنا الآخرین. سپس آن دیگر را یعنی فرعون و قومش را غرق ساختیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. البته در این حادثه های غرق شدن فرعون و قومش عبرت است، ولی اکثرشان از پیروان فرعون ایمان نآوردند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. هر آینه پروردگار تو پیروزمند و بخشنده است، یعنی به عزتش کافران را هلاک ساخت و به رحمتش موسی و همراهانش را نجات داد. واتل علیهم نبأ ابراهیم. و ای رسول داستان ابراهیم را برایشان یعنی برای کافران تلاوت کن. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. آنگاه که به پدر و قوم خود گفت چی چیز را می پرستید؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. گفتند بتان را می پرستیم پس همیشه بر عبادتشان قایم هستیم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون. ابراهیم گفت آیا وقت آنها را به کمک می‌خوانید صدایتان را میشنوند؟ او ینفعونكم او یضرون. یا برای شما فایده میدهند اگر پرستش آنها کردید یا زیان میرسانند اگر ترک پرستش آنها کردید؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. گفتند نه بلکه پدرانمان را دیده ایم که چنین میکردند. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. ابراهیم گفت آیا میدانید که چی میپرستیده اید؟ انتم و آباؤكم الاقدمون. شما و نیاگانتان. فإنهم عدو لی الا رب العالمین. پس به درستی که همه آنها دشمنان منند ولی پروردگار جهانیان دوست من است. الذي خلقنی فهو یهدین. همان کسی که مرا بیافرید سپس او راهنماییم میکند.
والذي هو يطعمني ويسقين و همان کسی که به من طعام می دهد و مرا سیراب می سازد. وإذا مرضت فهو يشفين و چون بیمار شوم پس او مرا شفا می دهد. والذي يميتني ثم يحيين و کسی که مرا می میراند سپس زنده می کند. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين و کسی که امید می دارم که در روز قیامت خطایم را ببخشاید. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ای پروردگار من مرا حکمت بخش و مرا به زمره شایستگان در جنت بپیوند. واجعل لي لسان صدق في الآخرين و تا روز قیامت برای من در میان آیندگان آوازه نیک و ذکر خیر قرار بده. واجعلني من ورثة جنة النعيم و مرا از وارثان بهشتی پر نعمت قرار ده. واغفر لأبي إنه كان من الضالين و پدرم را بیامرز که همانا او از گمراهان است. این دعای ابراهیم برای پدرش بود وقتی معلوم گشت که تا دم مرگش به کفر و شرکش دوامت می کند. پس از او بیزاری جست. ولا تخزني يوم يبعثون و در روز قیامت که مردم از قبرهایشان برای حساب و جزا برمیخیزند مرا رسوا مساز. يوم لا ينفع مال ولا بنون روزی که نه مال فایده می دهد و نه فرزندان إلا من أتى الله بقلب سليم مگر آن کس که با قلب سالم یعنی خالی از شرک، کفر و نفاق به نزد الله بیاید. وأزلفت الجنة للمتقين و بهشت ها را برای پرهیزگاران نزدیک آرند. وبرزت الجحيم للغاوين و جهنم را در نظر کافران آشکار کنند. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون با آنها سرزنش کرده گویند چیزهایی که غیر الله می پرستیدید کجایند؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون معبودهای غیر از الله یاریتان می کنند در برابر عذاب الله یا خود یاری می جویند. فكبكبوا فيها هم والغاوون پس آنها یعنی بتها و کافران را سرنگون در جهنم اندازند. وجنود إبليس أجمعون و نیز انداخته شود همه لشکر ابلیس را که برای مردم عمل بد را زینت می دادند. قالوا وهم فيها يختصمون آنان در دوزخ با کسانی که آنها را به ضلالت برده بودند و کشمکش می پردازند و می گویند تالله إن كنا لفي ضلال مبين به الله سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم. إذ نسويكم برب العالمين آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر می دانستیم. وما أضلنا إلا المجرمون و بجز این بدکاران کسی ما را گمراه نکرد.
فما لنا من شافعين پس اکنون ما را هیچ شفاعت کننده نیست ولا صديق حميم و ما را دوستی مهربان نیست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين کاش باری دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان گردیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين به تحقیق در این قصه ابراهیم عبرت است و اکثر آنها با شنیدن این قصه هم ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم البته پروردگاری تو پیروزمند و مهربان است. كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح همه پیامبران را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون آنگاه که برادرشان نوح به آنها گفت مگر پرهیزگاری نمی کنید، یعنی نمی ترسید. إني لكم رسول أمين به تحقیق من برای شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون از الله بترسید در آنچه شما را به آن فرمان می دهد و یا از آن نهی می کند و به من اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من از شما در مقابل دعوت خود مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. فاتقوا الله وأطيعون پس از الله بترسید و مرا با بجا آوردن فرموده هایش و با پرهیز کردن از من کرده شده هایش اطاعت کنید. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آن که بی نوایان یعنی بی چیز و بی مقام پیروی تو هستند؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح گفت من چی میدانم آنها چی کار کرده اند، ولی وظیفه‌دار هستم که آنها را به سوی ایمان دعوت نمایم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون اگر بدانید حسابشان به جز بر پروردگار من بر کسی نیست. وما أنا بطارد المؤمنين و من هرگز مؤمنان را به دعوت خود دور نخواهم کرد. إن أنا إلا نذير مبين من به جز بیم دهنده آشکارا کسی دیگر نیستم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين گفتند ای نوح اگر از دعوت خود بس نکنی البته سنگسار می شوی. قال رب إن قومي كذبون نوح دعا کرده گفت ای پروردگاری من قوم من مرا دروغگو می برارند. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين پس میانی من و میانی آنها قطعی حکم کن و مرا و آنان را از مؤمنان که همراه منند نجات ده. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون پس او و همراهانش را در آن کشتی پر کرده شده از تمام نوع مخلوقات نجات دادیم. ثم أغرقنا بعد الباقين و باقی مانده آنان را که ایمان نآوردند غرق کردیم.
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. البته در این نشانه روشن است و بیشتری آنها بنابر شنیدن این قصه مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزیز الرحیم. البته پروردگاری تو پیروزمند است، از انتقام گرفتن کافران و مهربان است با بندگان مؤمنانش. كذبت عاد المرسلین. قوم عاد نیز پیامبران را دروغگو برآوردند. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. آنگاه که برادرشان هود گفت آیا از الله نمی ترسید و عبادت غیر او را ترک نمی کنید؟ اینی لکم رسول امین. هر آینه من برای شما پیامبر امین هستم و شما این را می دانید. فاتقوا الله و اطیعون. از الله بترسید و آنچه را که از نزد الله آورده ام اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من از شما برای تبلیغ رسالت خویش مزد طلب نمی کنم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. آیا بر سر هر بلندی به بیهودگی نشانه از روی هوای و هوس می سازد؟ و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. و قصرهای محکم و استوار بنا می کنید گویا که در دنیا جاویدان می مانید. و اذا بطشتم جبارین. و چون انتقام گیرد به مانند ظالمان بیرحمانه انتقام می گیرد. فاتقوا الله و اطیعون. پس از الله بترسید و به آنچه که من شما را دعوت می نمایم اطاعت کنید. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. و بترسید از آن الله که آنچه را که می دانید به شما عطا کرده است. امدکم بانعام و بنین. و به شما چارپایان و فرزندان ارزانی داشته است. و جنات و عیون. و نیز باغ‌ها و چشمساران ارزانی داشته است. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. هود علیه السلام گفت من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم که به سبب ایمان نآوردنتان بر شما عذاب فرود آید. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. گفتند برای ما یکسان است که ما را پند دهی یا پند ندهی، هرگز ایمان نمی آریم. این هذا الا خلق الاولین. گفتند اینها جز همان دروغ نیرنگ پیشینیان چیزی دیگری نیست. و ما نحن بمعذبین. و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس او را دروغگو برآوردند و بر کفرشان دوامت کردند. پس ما آنان را هلاک کردیم. البته در این عبرت است و بیشترینشان ایمان نیاوردند. و این ربک لهو العزیز الرحیم.
هر آینه پروردگاری تو پیروزمند است، به نابود ساختن کافران و مهربان است به مؤمنان. كذبت ثمود المرسلين قوم ثمود پیامبران را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون آنگاه که برادرشان صالح گفت آیا از عذاب الله نمی ترسید و تنها او را پرستش نمی کنید؟ إني لكم رسول أمين هر آینه من در تبلیغی رسالت الله برای شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون از عقاب الله بترسید و آنچه را که من به شما آوردم اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من از شما برای تبلیغ رسالت مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتتركون فيما هاهنا آمنين آیا می پندارید که شما در این نعمتهای اینجا امین گذاشته خواهید شد؟ في جنات وعيون در این باغ‌ها و چشمسارها وزروع ونخل طلعها هضيم و در این کشتزارها و خرمازارها با آن شکوفه های نرم و لطیف وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين و سرمستی شما به حد رسیده است که ماهرانه در کوه‌ها خانه‌های می‌تراشید. فاتقوا الله وأطيعون پس از عذاب الله بترسید و به نصیحت من اطاعت کنید. ولا تطيعوا أمر المسرفين و فرمان این اسرافکاران را مپذیرید. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون آنهایی را که در زمین به جای اصلاح فساد می کنند. قالوا إنما أنت من المسحرين ثمودیان به پیامبرشان صالح گفتند جز این نیست که تو را جادو کرده اند. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين تو نیز انسان مانند ما هستی، اگر راست میگویی نشانه بیاور. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح گفت این ماده شتوره است که یک نوبت آب خوردن برای وی است و نوبت روز معین برای شما. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم با آن کمترین آزار نرسانید که عذاب روز بزرگ به سرتان می آید. فعقروها فأصبحوا نادمين پس آن را کشتند و پشیمان شدند، ولی پشیمانی برایشان فایده نبخشید. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين پس عذاب الله آنها را فرا گرفت. البته در این هلاک شدن ثمودیان عبرت است و بسیاری آنها ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم و البته پروردگاری تو پیروزمند است
بر دشمنانش و مهربان است به آنانی که ایمان آورده اند. كذبت قوم لوط المرسلين قوم لوط نیز پیامبران را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون آنگاه برادرشان لوط به آنها گفت آیا از عذاب الله نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين هر آینه من برای شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون از ایمان نآوردنتان از الله بترسید و به آن چیزی که شما را دعوت می کنم مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من از شما در برابر تبلیغ رسالت الله مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتأتون الذكران من العالمين آیا به قصد قضای شهوت از میان اهل عالم به سوی مردان می روید؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ولی همسران را که پروردگارتان برای شما حلال و پاکیزه آفریده است ترک می کنید، بلکه شما مردم تجاوزکار هستید. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قوم لوط گفتند ای لوط اگر بس نکنی حتما از شهر بیرونت میکنیم. قال إني لعملكم من القالين لوط برایشان گفت به درستی که من دشمنی اشدی عمل شما هستم. رب نجني وأهلي مما يعملون بعد از آن لوط دعا کرده گفت ای پروردگار من مرا و اهلم را از عاقبت عملی که میکنند نجات بده. فنجيناه وأهله أجمعين پس او و همه اهلش را نجات دادیم إلا عجوزا في الغابرين غیر پیرزنی که خواست بماند، یعنی و او همسر لوط بود که ایمان نیاورده بود. ثم دمرنا الآخرين سپس دیگران را که از اهل کفار بودند به سخت‌ترین عذاب هلاک کردیم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين بر آنها باران از سنگ بارانیدیم و چی بد بود بارانی بیم داده شدگان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين هر آینه در این عذاب فرود آمده بر قوم لوط عبرت است و اکثر آنها ایمان نیاورده اند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم و هر آینه پروردگاری تو پیروزمند است بر کافران و مهربان است بر مؤمنان. كذب أصحاب الأيكة المرسلين مردم ایکه یعنی قوم شعیب صاحبان باغ‌های سردرخت و آنها اهالی مدین بودند. پیامبران الله را دروغگو برآوردند. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون آنگاه که شعیب به آنها گفت آیا بر شرک و معصیت آوردنتان از عقاب الله نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين
هر آینه من برای هدایت شما پیامبر امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون. از الله بترسید و به آنچه که من شما را دعوت می نمایم مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من از شما برای تبلیغ رسالت الله مزد نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. شعیب برایشان گفت پیمانه را تمام بپردازید و از زمره زیان دهندگان نباشد. وزنوا بالقسطاس المستقيم. و با ترازی درست وزن کنید. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. با مردم اشیایشان را کم مدهید و در زمین با فساد مکوشید. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. از آن کس که شما و خلائق پیش از شما را آفریده است بترسید. قالوا إنما أنت من المسحرين. گفتند ای شعیب جز این نیست که تو را جادو کرده اند. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. تو نیز انسان مانند ما هستی و میپنداریم که همانا تو دروغ میگویی. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. اگر راست میگویی پس اللهت را دعا کن که پاره عذاب از آسمان بر سر ما افتد تا نابود سازد ما را. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب گفت پروردگار من به هر کاری که میکنید داناتر است. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. پس او را دروغگو برآوردند و بر کفرشان دوامت کردند و گرمی سخت آنها را فرا گرفت و زیر سایه ابر قرار گرفتند و در آن روز ابرناک عذاب آنان را فرا گرفت. همانا آن عذاب روز بزرگ بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. البته در این عذابی که بر آنها فرود آمد عبرت است و اکثر آنها ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. البته پروردگار تو پیروزمند است بر دشمنانش و مهربان است به بندگان یکتا پرستش. وإنه لتنزيل رب العالمين. و هر آینه این کتاب نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. نزل به الروح الأمين. آن را روح الامین نازل کرده است، یعنی جبرائیل علیه السلام است. فرشته گرامی قدر و بزرگ است که وحی الله را به پیامبران میرساند. على قلبك لتكون من المنذرين. بر دل تو ای محمد تا از بیم دهندگان باشی و به وسیله آن مردم را هدایت نمایی. بلسان عربی مبین.
به زبانی عربی روشن که بهترین زبان هاست. وإنه لفی زبر الأولین، و هر آینه ذکر قرآن در کتاب‌های پیامبران پیشینیان نیز هست. اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا این نشانه بر آنها بسنده نیست که تو ای محمد پیامبری بر حقی، حال آن که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ ولو نزلناه على بعض الاعجمین، و اگر آن قرآن را بر یکی از اعجمیان یعنی غیر عرب ها نازل کرده بودیم، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین، و برایشان آن را می خواند و آن ایمان نمی آوردند. كذلك سلكناه في قلوب المجرمین. و انسان این کار کردن قرآن را در دلهای گناهگاران راه دادیم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الألیم، به خاطر ظلمشان به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود بینگرند. فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون، و در دنیا آن عذاب ناگهان و بیخبر بر آنان فرود می آید. فیقولوا هل نحن منظرون، پس عذاب را مشاهده کرده می گویند آیا به ما مهلت داده خواهد شد؟ یعنی تا از شرک آوردن به الله توبه کنیم. افبعذابنا یستعجلون، آیا آنها را مهلت دادن من مغرور کرده است که برای فرود آمدن عذاب ما می شتابند؟ افرأیت ان متعناهم سنین، مگر نمیدانی که سالها بهره‌مندشان سازیم. ثم جاءهم ما كانوا یوعدون، سپس عذابی که به آنها وعده داده می شود بر سر آنها بیاید. ما اغنى عنهم ما كانوا یمتعون، وقتی که از شریک آوردنشان توبه نکردند، آن بهره‌مندی هایشان در حیات دنیا فایده برای آنها نخواهد داشت. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون، و ما اهل هیچ شهر را هلاک نکرده ایم مگر که برایشان بیم دهندگان بودند. ذکرا وما كنا ظالمین، تا پندشان دهند و مردم را از کاری بد نگه دارند و ما ستمکار نبودیم که آنها را پیش از بیم دادن نابود سازیم. وما تنزلت به الشیاطین، و این قرآن را شیطانها بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل نکردند چنان که کافران گمان میبرند. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، آنان نه لایق این کارند و نه توانایی آن را دارند. انهم عن السمع لمعزولون، هر آینه شیطانها را از شنیدن وحی دور داشته اند. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، پس به الله یکتا معبود دیگری را مخوان تا مبادا در شماری عذاب شوندگان درآیی. وأنذر عشيرتك الأقربين، ای پیامبر
خویشاوندانی نزدیکت را بیترسان تا به سبب کفرشان عذاب بر آنها فرود نآید. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. در برابر هر یک از مؤمنان که از تو پیروی می کنند خاکسار باش. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. و اگر بر تو نافرمانی کردند بگو هر آینه من از کارهای شرکی شما بیزارم. و توکل علی العزیز الرحیم. و بر الله پیروزمند و مهربان توکل کن. الذي يراك حين تقوم. همانا کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت در تاریکی شب برمیخیزی میبیند. و تقلبك فی الساجدین. و نشستن و برخاستن تو را در میان سجده کنندگان میبیند. إنه هو السمیع العلیم. البته او شنوا است و تلاوت تو و دانا است به نیت و عمل تو. هل انبئكم على من تنزل الشیاطین. آیا شما را آگاه کنم که شیطانها به نزدیکی ها می آیند؟ تنزل على كل افاک اثیم. بر هر دروغگوی گناهگار می آیند. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. و شنیده های خود را که از آسمان دزدیده اند به دروغگویان می پرتایند و اکثر آنها دروغگویانند. و الشعراء یتبعهم الغاوون. و شاعران کسانی هستند که گمراهان از پی آنها می روند. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون. آیا گمراهی آنها را ندیده ای که شاعران در هر وادی یعنی از وادی های شعر سرگردانند، یعنی بعضی ها را طعنه می زنند و بعضی دیگر را تعریف می کنند یا ناموس کسی را آلوده می کنند. و انهم یقولون ما لا یفعلون. و صفت شاعران این است که چیزهای می گویند که خود عمل نمی کنند. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مگر آن شاعرانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و الله را بسیار یاد کردند و در وصف یگانگی الله و دفاع از پیامبر الله شعرها گفتند که مردم را به یاد الله می اندازد و چون مورد ستم واقع شدند با وسیله شعر خود از مشرکان و کافران انتقام گرفتند و ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چی مکان باز می‌گردند. این ترجمه معنای پره و کامل قرآن را نمی‌دهد. این تنها ترجمه معنا است و هر جای اگر مؤلف کتاب و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را ببخشد. آمین.